در جهان یونان، جایی که خدایان با سائقه، آتش و هیولا پدیدار می شدند، آفرودیتی برخاست. نه از جنگ، نه از عقل، بلکه از موجی کف آلود و نرم، از زخم آسمان و بطن دریا. او نه تنها الهه عشق و زیبایی بود، بلکه یکی از پیچیده‌ترین و تاثیرگذارترین شخصیت‌ها در اساطیر یونان بود. زنی که می توانست هم نجات بخش باشد، هم ویرانگر، هم الهام بخش شاعران و هم آتش افروز جنگ‌ها. آفرودیتی برخلاف بسیاری از خدایان المپی نه زاده رحم که زاده انتقام و خشم است. زمانی که کرونوس با داس سنگی مادرش گایا پدرش اورانوس را اخته کرد، خون اورانوس بر دریا ریخت. از این آمیزه خون و کف آفرودیتی پدیدار شد. او از دل موجها بر صدفی شناور با بدنی عریان و موهای طلایی قدم به جهان گذاشت. در یکی از مشهورترین نقاشی‌های تاریخ، تولد ونوس اثر بوتیچلی، این لحظه تصویر شده است. الهه‌ای که نه از خاک بلکه از آب برخاست، با نگاهی خونسرد اما پر رمز و راز. زمانی که آفرودیتی به المپ رسید، همه خدایان شیفته‌اش شدند. زئوس برای جلوگیری از نزاع او را به همسری هفستوس، خدای صنعت و آهنگری درآورد. خدایی لنگ، زشت چهره، اما با دستانی هنرمند. اما این ازدواج نه از عشق بود نه از میل، و آفرودیتی الهه عشق نمیتوانست به رابطه بی‌احساس بسنده کند. او رابطه عاشقانه با آرس، خدای جنگ، داشت. این پیوند ترکیبی شگفت از عشق و خشونت بود، دو نیرویی که بارها در اسطوره‌ها به هم گره خوردند. از این رابطه فرزندانی چون اروس، خدای عشق شهوانی، و هارمونیا، الهه هماهنگی، زاده شدند. یکی شعله‌ور و آشفته و دیگری آرام و متعادل. آفرودیتی و اروس دو روی یک سکه‌اند، زیبایی و تمایل. اروس همانند پیکانی است که از کمان آفرودیتی رها می شود، بی هدف، بی منطق و گاه ویرانگر. آفرودیتی در طول اساطیر با مردان و خدایان زیادی رابطه داشت، اما همیشه روابط او تنها از سر شهوت نبود، بلکه هر کدام بازتابی از بعدی از شخصیت او بودند. برای مثال، اول جوانی زیبا به نام آدونیس بود. آفرودیتی به او دل بست، اما آدونیس توسط گرازی وحشی کشته شد. گرازی که بنا به برخی روایت‌ها آرس، معشوق آفرودیتی، به قصد انتقام فرستاده بود. غم از دست دادن آدونیس الهه عشق را به سوگی جاودانه فرو برد. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدین، حتما ما رو سابسکرایب کنید. طبق آمار یوتیوب، نزدیک به 90% کسایی که ویدیوهای ما رو میبینن هنوز به کانال ما سابسکرایب نکردن. این کار 1 ثانیه بیشتر زمان نمیگیره، اما ما رو خوشحال میکنه. مرد دوم مردی فانی بود، چوپانوار و ساده دل به نام آنخیسیس، که آفرودیتی با او همبستر شد و از او آنیاس، یک قهرمان، چشم به دنیا گشود. این رابطه نماد پیوند میان الهیت و فناپذیری بود. مرد سوم پاریس نام داشت، مردی که بخشی از ماجرای معروف سیب اختلاف بود. در افسانه قضاوت پاریس، 3 الهه با نام‌های هرا، آتنا و آفرودیتی برای لقب زیباترین الهه رقابت کردند. پاریس سیب طلایی را به آفرودیتی داد، چون او وعده داده بود زیباترین زن جهان یعنی هلن را نصیبش کند. این ماجرا آغاز جنگ تروا شد. یعنی عشق آفرودیتی همانقدر که میتواند لذت بخش باشد، میتواند ویرانگر و جنگ افروز هم باشد. آفرودیتی صرفاً الهه‌ای زیبا نبود، او نماد نیروی زنانه در تمام ابعادش بود: زایش، وسوسه، اغوا، طغیان و حتی استقلال. در برخی آیین‌های کهن او را با الهگان بین النهرینی چون ایشتر و آستارت یکی می‌دانستند، چهره‌هایی که ترکیبی از عشق و جنگ بودند. البته در روانشناسی یونگی آفرودیتی نماینده آنیماست، جنبه زنانه روان انسان. او می‌تواند الهام بخش خلاقیت باشد یا انسان را در گرداب تمایلات بی‌محال چون شهوت گرفتار کند. او هم الهه شور بود، هم اسارت، هم روشنایی، هم سایه. او برخلاف هرا، الهه ازدواجی، آتنا، الهه عقل و استراتژی، نشان داد که زنانگی الزاما به وفاداری یا خرد محدود نمی شود. زنان می توانند هم فریبنده باشند، هم خطرناک، هم سازنده، هم اغواگر. در برخی روایات او الهه فاحشه ها هم محسوب می شد، اما نه از سر تحقیر، بلکه از پذیرش تمام وجوه زنانه. فرزندان آفرودیتی همانقدر متنوع‌اند که عشق می‌تواند باشد، از جمله اروس، خدای عشق شهوانی، هارمونیا، هماهنگی و صلح، فوبوس و دیموس، ترس و وحشت، زاده رابطه او با آرس، آنیاس، قهرمان تروا و روم.
همچنین الهه دریانوردان، باغ‌ها و حتی بازارها نیز بود، چون عشق در همه جا هست، از دریا گرفته تا خرید و فروش روزمره. آفرودیتی در هنر همیشه به شکل زنی زیبا با بدنی متناسب، پوست روشن و موهایی بلند به تصویر کشیده شده. معروفترین مجسمه‌اش آفرودیتی میلیتوس یا ونوس د میلو هنوز هم الهام بخش هنرمندان دنیاست. در شعر، نقاشی، مجسمه سازی و حتی روانشناسی مدرن حضور او ادامه دارد. او زنی است که نه با جنگ که با نگاه جهان را تسخیر می کند. این گونه باید گفت که آفرودیتی هرگز نمرده. او در چشم‌های عاشقان، در موسیقی‌های رمانتیک، در پرفروش‌ترین فیلم‌های عاشقانه و حتی در هر بوسه‌ای بی‌هوا هنوز حضور دارد. اما عشق آفرودیتی ساده نیست، پیچیده، تند و گاه پرخطر است. او به ما یاد می‌دهد که زیبایی تنها ظاهر نیست، که عشق گاهی جنگ است و هر بوسه می‌تواند آغازی بر یک افسانه باشد. اگر با آرس خدای جنگ آشنا نیستید، معشوقه آفرودیتی، حتما به پادکست یونان سر بزنید تا ویدیوی اون رو ببینید. ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید.